الله ذوالجلال این فرصت رو بالاخره در اختیار ما قرار داد و از این بابت و از همه بابت‌ها از ذات ذوالجلال او سپاسگزاریم. همچنین از علمای بزرگوار جناب مولوی عرب، جناب مولوی عابدی و بقیه علما و سایر عزیزان، جناب مولوی قهستانی همیشه بهار و مؤمنی و عزیزانی که اسمشون رو در خاطر ندارم، حوزه علمیه نشتیفان و خاف تشریف آوردن، قدم رنجه کردن، علما و اساتید بنده هستند در واقع، ولیکن لطف این عزیزان بود و حسن ظن شما سروران که ما رو برند داشت در خدمت شما باشیم. ولیکن از همه قدردانی و سپاسگزاری میکنم. مقدمه چینی زیاد نکنیم و به استقبال خود بحث اصلی یعنی سخنرانی بریم انشالله با ختم صلوات غرا. بحثی رو در روستای حسین آباد شروع کردم که البته یک فقره اونجا صحبت شد. آیه‌ای که قرائت کردم این آیه عباد الرحمن، بندگان ویژه رحمان رو الله ذوالجلال عبد واقعی خودش رو، بندگان خصوصی خودش رو در این آیه معرفی میکنه. قطعا بندگان خصوصی جایگاه ویژه‌ای دارن که خدای عزوجل صفتهای ویژه‌ای رو برای اینها برشمرده است. یه حاکم، یه آمر، یه رئیس قطعا افراد ویژه‌ای رو داره، دوستان خاصی رو داره، افراد صمیمی با اونها در ارتباط است و سعی میکنه اونها رو، یک دولتمند کابینه دولت خودش رو از اونها متشکل بکنه و اون خصوصیات رو باید اون افراد داشته باشن. و خدای متعال که شهنشاه همه پادشاهان، آمر همه آمرین و حاکم همه حاکمین است، در این آیات دوستان خصوصی خودش رو، محبان و محبوبان واقعی خودش رو، کسانی که پیوند عمیق و ناگسستنی با ذات الله دارن، اونها رو معرفی میکنن که چه ویژگی ها و صفاتی دارن. که من یک صفت رو به صورت مختصر، البته یک صفت رو هم نتونستم بگم، در روستای حسین آباد مطرح کردم خدمت دوستان. ابتدا خود بحث عبد بودن که عبد کی هست و چرا ما باید عبد باشیم، چون که هر انسانی همونطور که عرض کردم باید عبد خدا باشه و عرض کردم که مقام عبدیت به مراتب از مقام رسالت بالاتره، مقام عبدیت از مقام نبوت بالاتره. الله ذوالجلال در سوره اسراء میفرماید سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام. اونجا نمیگه اسری به نبیه یا به رسوله، و پیامبر خدا هم به این عبدیت میبالد، مینازد و همینجاست که در تشهد به ما دستور داده است که بفرمایید و بخوانید اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ابتدا کلمه عبد رو که راجع به این قضیه من اونجا صحبت کردم، دیگه نمیشه دو مرتبه تکرار بکنه. اما عباد الرحمن کیایند؟ الله ذوالجلال مثال میزند و بیان میفرماید که البته اینجا هم نمیشه همه این افراد رو، چون که 12-13 گروه هن، در مجالس مختلف، محافل مختلف انشاءالله این مسئله مطرح خواهد شد. اما 2-3 فقره رو اینجا میگم. اولین صفت عباد الرحمن، بندگان خصوصی خدا، الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان ویژه خدا کسانی هستند که در روی زمین با تواضع، فروتنی و کرنش تمام راه میرن. تکبر و نخوت و غرور و خودپسندی در قاموس اونها وجود ندارد. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. زمانی که در مقابل جهال، نادانان، افراد سفیه و پس قرار میگیرند، افرادی که از خورشید اسلام پرتو روشنایی نگرفتن، کسانی که از چشمسار محمد رسول الله آب ننوشیدن، کسانی که از گلستان رسول الله گل خوشبوی عشق و دوستی رو نچیدن، در مقابلشون قرار میگیرن و به اونها اهانت میکنن. قالوا سلاما. با سلام، با خوشخندی و با لبخند از کنار اونها میگذرن.
سروران عزیز، این آیه بسیار باریکه. با این آیه پیام داره برای جهان بشریت، برای جهان انسانیت. جوانان باید بفهمند، پیروان قرآن باید بفهمند که کسانی که امروز اراجیف بافی میکنن بر علیه اسلام و بوقه های تبلیغاتی به کف گرفتن و اسلام را دین خشونت، دین تروریست، دین ترور، دین بغی، دین تجاوز، دین ارهاب میدونند، با فرهنگ قرآن به اونها نشون بدن که نخیر، اسلام دین مسالمت، ایمان، صلح، دوستی، زندگی مسالمت آمیز. اسلام از اینها داره حمایت میکنه و آیات قرآن بزرگترین دلیل و گواه بر این ادعای ماست و سیرت رسول خدا و زندگی اصحاب بزرگوار، قدوگان و اسوگان ما بیانگر این واقعیت بوده و خواهد بود. جوانان عزیز، من هفته گذشته تایوان بودم، عروسی اسلامی. اونجا برای جوانها مفصل صحبت کردن در مورد ویژگی های اسلام، خوبی های اسلام، گفتارهای اسلام، پیام های اسلام و غرب زدایی. ولیکن امشب میخوام تو این رشته صحبت کنم که امروز دنیا بوقه های تبلیغاتی رو دست گرفتن. واقعیته یه روز با تروریست خواندن افراد مسلمان، با تروریست خواندن مجاهدان صدر اسلام، با تروریست خواندن فرزندان مسلمانان و حتی با تروریست خواندن خود رهبر بشریت به آبروی اسلام و مسلمانان میتازند و اسلام را دین خشونت و دین عرض شود خدمت شما انسان زدایی میدونند. من میخوام اینو بگم که آیه قرآن چی میگه؟ میگه بندگان خصوصی من. دوست دارید بندگان خصوصی خدا بشید؟ انشالله که دوست دارید، تو این جمع آمدید و این گرما و این حرارت شما آمپر گرمی ما رو برده روی 180 درجه. قطعا دوست دارید بندگان خصوصی خدا بشید. بندگان خصوصی خدا دارای چند ویژگی. اولی، یمشون علی الارض هونا، بر روی زمین با تواضع را میرن، با فروتنی را میرن، چون که تکبر ز گردن فرازان، تواضع ز گردن فرازان نکوست. گدا گر تواضع کند خوی اوست، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. میدونی اولین گناه در زمین چه بود و اولین گناه در آسمان چی؟ اولین گناه در آسمان تکبر بود. خدای عزوجل ابلیس را برای چه راند؟ آیا غیر از اینه که تکبر کرد؟ انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. خدایا من از آدم خیلی بهترم، تو چطور منو دستور میده بهش سجده بکنم؟ من طاووس الملائکه ام، من کسی هستم که در عرصه عبادت، در عرصه دینداری گوی سبقت رو از همه فرشتگان رو بودم و حرف اول رو میزنم. نسبح بحمدک و نقدس لک، انا خیر من ازش خیلی بهترم. اولین وجه امتیاز من اینه که خلقتنی من نار، من از آتش خلق شدم، اون از گل بدبو. من چطور بیام برای سجده بکنم؟ تکبرم غرورم به من اجازه نمیده. قال فاخرج منها فانك رجیم فان عليك اللعنه الى یوم الدین. برو گم شو از صف ملائکه بیرون، چون که تکبر عزازیل را خار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد. ما در طول تاریخ شخصیت های برجسته ای داریم، اما شخصیتی بارستر، برجسته تر، بزرگتر، عظیمتر، با کبریاتر از فرد بزرگوار زمامدار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نداریم. زندگی اینها برای ما درسه. ببینید پیغمبر، ما میگیم ما اهل سنتیم، ما مسلمانیم در کل، یعنی این که ما قدوه ما، اسوه ما، کسی که باید ازش تأسی بگیریم رسول الله صلی الله علیه و سلم. اسم بچه هامون احمد، محمد، مصطفی، مجتبی، مرتضی، اینها هم عشق داریم، چون که زندگی ایشون رو مورد مطالعه قرار بدیم. تواضع رسول الله صلی الله علیه و سلم رو سبحان الله. به قول اقبال سبحان الله وقتی که تعریف میکنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید
با غلام خیش بر یک خوان نشست، با غلام خیش بر یک خوان نشست، رو یک سفره. نیست از روم و عرب پیوند ما، نیست پاوند نسب پیوند ما دنبال نسب نیستیم. در مقابل همه متواضع بودن. اگر یه بچه، یه زنی، یه کنیزی می آمد با پیامبر خدا کار داشت، نمیگو آقا وقت ندارم، آقا وقت قبلی بگیرید. پیامبر خدا بلا فاصله با اینا را می افتاد، حرکت می کرد. تواضع اینا بسیار زبان زد و خاص آب بود. یه فردی می آمد، ابوذر می آمد، بلال می آمد، اینا هم غلام بودن، برده بودن، اما به مجرد این که مسلمان می شدن، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مقابل اینها هرگز فرقی قائل نبودن، همه در یک خان، همه در یک ردیف. این پیام رسول خداست، نخستین پیام قرآن و رسول خدا. تواضع و فروتنی سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه، سبحان الله. زمانی که لشکر مسلمان‌ها در ایران و روم و فلسطین می جنگیدن، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پدرایی که رفته بودن برای جهاد بچه‌ها اینها را جمع می‌کرد، روزها میآورد تو خانه، با اینها بازی می‌کرد، روی کمر میشوند، با اینها بازی می‌کرد. روزی یکی از فرماندهان حضرت عمر که از جنگ برگشته بود، سراغ خانه امیرالمؤمنین رو گرفتن، گفتن درون خانه هستن. وقتی آمد دیدن که حضرت عمر رضی الله عنه دراز کشیدن، بچه‌های کوچک را سوار کردن روی شکمشون و اینها را بازی میدن. با یکی بازی میکنه، یک کلاه امیرالمؤمنین رو برمی‌داره، یکی تسبیحشو برمی‌داره، یکی کفششو برمی‌داره، باش بازی میکنن. این فرمانده گفت که ای امیرالمؤمنین، این چه وضعیتی است؟ ایران و روم وقتی میگن عمر میلرزن به خودشون و تو اینجا آمدی با بچه‌ها داری بازی میکنی. گفت نامه مأموریتی خودتو بده، نامه‌ای که تو فرمانده شدی. نامه رو گرفت، از دستش پاره کرد. گفت تویی که اینقدر تکبر داری، لیاقت این رو نداری که قیادت و سیادت و زعامت امت اسلامی رو به کف بگیری. تو چه فکر کردی؟ اینها فرزندان مجاهدان هستند و در واقع بندگان الله ذوالجلال هستند. این مکتب فاروقی. صحابه در مسجد النبی نشستن به نماز ظهر، به انتظار نماز ظهر. 10 دقیقه گذشت، پیامبر نیامد. یه رو گذشت، رسول خدا تشریف نیاوردن. نیم ساعت گذشت، 1 ساعت گذشت، نماز به تأخیر شد. صحابه ناگهان نگران شدن که برای رهبر بشریت چه اتفاقی افتاده است. رسول الله رو چه شده؟ پیغمبر همیشه اول وقت آخر مسجد بود، امشب اینجا حضور ندارن، امروز نماز ظهر. یکی از صحابه رو فرستاد، اجازه نداشتن نماز اقامه بکنن، برو دنبال پیامبر بگرد. آمد دید در وسط راه، بگم قلب انسان میترکه، آمد دید رهبر بشریت زانو زدن و 3 4 5 تا بچه پشت کمر رسول خدا و بقیه صف کشیدن تا نوبتشون بشه، تا روی رسول خدا سوار بشن و پیامبر اونها رو بگردونه. صحابی اومد گفت یا رسول الله الصلاة، یا رسول الله نماز، وقت نماز داره میگذره. صحابه به انتظار نشستن. گفت ای صحابی من، به این بچه ها قول دادم، اینا به من قول دادن نماز بخونن، به شرط این که من شتر اینها بشم و اونها را بگردونم. اونها به من قول دادن نماز بخونن تا من 1 ساعت اونها را بگردونم. گفت الان وقت نماز، صحابه دیر شده. گفت من پیغمبرم بدقولی بکنم در مقابل یه بچه؟ این بچه ها رو راضی بکن تا من بیام. صحابه گفت بچه ها، شما را به خدا میدونید کیه؟ این محمده، این رهبر بشریته، این پیامبر خداست. گفت برو تو کی هستی که میخوای شتر ما رو از ما بگیری؟ اگر این بره، این شتر خیلی خوب سواری میده، این بره کی میخواد ما رو سوار بکنه؟ رسول خدا دید نمیشه، گفت با اینا از راه معامله وارد بشو. گفت چی؟ گفت چند تا گردو تو جیبم، اینها رو بگیر و اینها بده، ببین راضی میشه. رسول خدا گردوها رو در آورد به اون صحابی داد. نفر چند گردو به این بچه ها دادن تا یکی یکی رو راضی کردن تا از پشت کمر رسول خدا بیان پایین و رسول اکرم برای نماز برن. اینو میگن تواضع. من تواضع لله رفعه الله. هر کس برای الله تواضع و فروتنی بکنه، الله ذوالجلال اونو بلند میکنه. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. زمینی که بلند باشه آب بهش نمیرسه. اگر میخوای سرسبز و شاد و خرم باشی، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ. در بهاران
کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ. تو سنگ دیدید سنگ سفت یک چیزی در بیاد، خاک بشه تا گلها بروید. تواضع داشته باشیم سروران عزیز. ولی امروز اینطور نیست. پسر تا مقدار بزرگ میشه، اولین کسی که تکبر میکنه در مقابلش، در مقابل پدرش وای میسته. بابا تو به من داری میگی من لیسانسم، دیپلمم، کارمندم. بابا هرچی هستی از این پدری. بی انصاف. مادر اینقدر من میکنه که فکر میکنه 1000 منه، خبر نداره که از همین پدر و مادر به دنیا آمده. تا زن میگیره همه چیز رو فراموش میکنه، پدر و مادر رو فراموش میکنه. چقدر بی انصافیم. حضرت مولانا عبیدالله سندی رو میشناسید، در تاریخ اسمش خوندید. پدر و مادرش مجوسی بود، سک بودن در هندوستان. ایشون آمد مسلمان شد. هر کس ازش میپرسید اسم پدر و مادر چیه، میگه انا ابن الاسلام، من فرزند اسلامم. مادرش بعد از چندین وقت شنید پسرش مسلمان شده، ولش کرد، رهاش کرد. این قصه رو حضرت استاد بزرگوار ما که من همیشه باید یادش بکنم، استاد بزرگوار شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه، بگید رحمت الله علیه، ایشون بیان میفرمودند خداوند رحمتشون بکنه. میگفت بعد از این که چندین سال عبیدالله سندی به دیدار پدر و مادرش نیامد، روزی مادرش حرکت کرد که بره به دیدارش. فرودگاه آمد، مولانا عبیدالله با شاگردا همه آمدن به استقبال مادر مجوس و سکش. بچه ها همه شاگردات، چندین هزار شاگرد داشت، علما نشستن. مادر آمد از فرودگاه، از هواپیما پیاده شد، چون مال گذشته مولانا عبیدالله سندی همین 100 سال قبله. بعد ماشین ها آمده بودن، بالاخره اون گاری چرخایی که تو هندوستان بود آمده بودن، بهترین مدل، آخری سیستم. آمد گفت مادر بفرما. گفت نه خیر، من با سواری نمیرم. گفت پیاده میری؟ گفت نه، با سوپر ویژن میخوام برم. سوپر ویژت کی هست؟ عبیدالله سندی پسرم. عبیدالله در جا زانو زد، مولانا عبیدالله، و مادر آتش پرست خودشو سوار بر کولو بر دوشش کرد. شاگردا افتادن جلوش که مولانا اگر مادر دیر خواسته رو داره بذار ما سوارش کنیم. گفت نه مادره، خدای متعال میگه ولا تقل لهما اف، هرچه بزرگ شدی به مادر اف نگو. ولا تنحرهما و قل لهما قولا کریما، خیلی خوب باش برخورد کن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بالاهای خودت رو پل کن، با ذلت، با تواضع، غرورتو بشکن در مقابلش. و قل لهما قولا کریما، سوارش کرد. دقیقا مولانا میفرمودن چندین شبانه روز شاگردان نمیخواستن ول کنن مولانا، نمیتونستن. مولانا عبیدالله با مادرش جلو، بچه ها هم پشت سرش، شاگردا پشت سرش، ملت پشت سرش. رفت اونجا گفت مادر. گفت چیه؟ گفت تا الان شما حق مادری داشتی، الان درس تفسیره، کنار من بشین، کلام خدا از تو با ارزش تره. شروع کرد به تفسیر کردن که ناگهان مادرش کفش در آورد، شروع کرد به زدن عبیدالله. اینقدر زد شاگردا گفتن چیکار داری میکنین؟ گفت نه اجازه بدید، مادره، بذارید بزنه دلش خالی بکنه. 3 شبان روز ایستاد، بعد گفت من میخوام برگردم. ماشینا آمدن، گفت من ماشین نمیخوام، سوپر ویژن خیلی خوشم آمده. مولانا عبیدالله باید منو سوار بکنه، سوارش کرد 2 مرتبه تا فرودگاه برگردم. اینها بودن علما، اینها بودن کسانی که خضوع و خشوع و تواضع اینها زبان زده خاص عام شده بود. اویس قرنی رو میشناسید تو تاریخ؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان حیات خودشون، صحابه میگن بارها و بارها به طرف یمن یهو متوجه میشدن، بو میکردن، استشمام میکردن. صحابه چی گفتن؟ چه خبر یا رسول الله، چرا این طرف بو میکنی؟ گفت انی لأجد ریح الجنة من قبل الیمن، من بوی بهشت رو از جانب یمن استشمام میکنم. گفت کیه؟ کجاست؟ گفت فردی از امت رسول الله، از امت منه، در اونجا زندگی میکنه، هنوز منو ندیده، من اونم ندیدم. الله ذوالجلال به تعداد موی پشمان گوسفندان ربیعه و مزر از امت رسول الله را به خاطر او شفاعت میکنه. حضرت ابوبکر گفت من برم دیدارش. گفت ابوبکر تو نمیبینی، ولی عمر و علی شما بزرگواران میبینید، هر زمان دیدی سلام منو به سلام رسول الله را بهش برسانید و این عبای منو بهش بدید و بگویید که پیغمبر خدا گفته برای امتم دعا بکن. گفت یا رسول الله اون چرا نمیاد به دیدار تو؟
گفت مادری دارد که غیر از او کسی رو نداره، شب و روز به خدمت مادرشه و روز قیامت او به من میرسد و الله ذوالجلال به او عزت داده. آبروی اهل دل از خاک پای مادر است، هرچه گویند این جماعت از دعای مادر است. آسمان و زندگی روشن شد از نور پدر، گلشن هستی مصفا از صفای مادر است. قدر و جایی را که در اسلام دارا شد اویس، از کمال مهنت و زحمت برای مادر است. گرمی آغوش مهرش را ندارد آفتاب، مهربان تر دیگر از مادر خدای مادر است. از مادر فقط خدای مادر مهربان تره. حالا من از بس رد شدم، منظورم اینه که بچه 2 روز بزرگ میشه باباشو نمیشناسه، مادرشو نمیشناسه، پدر و مادر رو کتک میزنن. پسرها امروز پیدا شدن، الله اکبر. وقاحت و گستاخی به اوج خودش رسیده. پس اولین صفت عباد الرحمن چون اونجا مطرح کردم تواضع هست، یمشون علی الارض هونا، با تواضع، با فروتنی. ولی دومی مهمه، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی جهال و نادانان با اونها برخورد میکنن فوششون میده، میگه السلام علیکم و رحمت الله. امروز اینجا قاضی نیست، منم کسی نیستم، هر کس قاضی خودش باشه، خودشو دادگاهی بکنه. آیا این صفات تو ما هست؟ اگر هست که واقعا بنده ویژه خدایی، اگر نیست برادر جوان، تو رو خدا به اینها رو در وجود احیا کن، اینها رو در وجود خودت زنده کن. آیا کسی هست به دشنام بده تو بگی سلام علیکم؟ کسی هست تو جوونا پیدا بشه؟ متاسفانه نیست امروز واقعیت. اگر جوانی به طرف ما چپ نگاه بکنه، هدف این نداشه مرته که تو به طرف من چپ نگاه کردی آستینو بکشه بالا، یک چاقویی بزنم کیف بکنی. یکی پشت سر من حرف زده، پدرش در میارم، دور از دمارش در میارم، به خاک سیاه منشونمش. اما دستور اسلامی نیست. خدا میگه بنده ویژه من این صفتو نداره. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام میدن. یه یهودی میاد در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم، میگه که میخواد پیغمبر آزمایش بکنه، یه شتری قرض میده به پیغمبر، میگه 2 ماه بعد شترمو میخواد. پیغمبر میگه اشکال نداره. 1 ماه که گذشت میاد مستقیما یقه پیغمبر رو میگیره، میگه محمد شما قریش همه تون بد بده هستید، شما بدهیتون خوب نمیدی، بد حسابی، برو قرضمونو بده. صحابه و در رأس اونها حضرت عمر رضی الله عنه نشسته بودن، گفت دعنی حتی اضرب عنق هذا المنافق یا رسول الله، اجازه بده که گردن این منافقو بزنم، این خبیث و پس فطرت رو چی حرفی داره میزنه؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم دست عمر رو گرفت، گفت بکش کنار عمر. ای عمر فاروق، بهترین است که تو به او طریق گرفتن قرض رو یاد بدی و به من رسول الله طریق ادا کردن طلب مردمو. یه پیامبره، برو یه شطور بهتر از شطور بهش بده. شطور رو میاره میده، این یهودی چندین قدم بر میره جلو، 2 مرتبه بر میگردد جلوی قدم های رسول الله میافتد و میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و مسلمان میشه. این کلام رو یهودیت باید بشنوه. آقای پاپ رهبر کاتولیک های جهان که اسلام را دین خشونت و رسول الله را فرد خشن معرفی میکنه باید ببینه و بدانه. اون آقا حق داره این حرفو میزنه، چون که امت رسول الله ای رو نشون دادن، چون که امت پیغمبرین اخلاق رسول الله رو ندارن، اخلاق حسن رو ندارن. و انک لعلی خلق عظیم. الله ذوالجلال تعریف میکنه از رسول الله، اخلاق تو بسیار بزرگه. و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. تو مایه و سمبل رحمت و رأفت و مودت و محبت و عطوفتی برای بشریت. و امروز دنیا میاد در دانمارک، اون کاریکاتوریستی که سوخت، الحمدلله جسد سوخته کاریکاتوریست دانمارکی کنار محل دفتر کارش پیدا شده بود که آمد به رسول الله اهانت که اون تصاویر موهنه کشیده بود. یکی از تصاویر موهنش بدونی چی بود؟ من دیدم تو اینترنت، یه فرد عربی رو لباس عرب به تنش کرده، اما من به سرش
تفنگ را به دستش که داره پایتخت دانمارک رو چی بمباران میکند، بعد زیرش نوشته محمد ارهابی، محمد تروریست. و امروز تو غرب زبان عربی به نام زبان ترور و عربها به نام تروریست معرفی میشن. و به قول شاعر اردو زبان اگر اظهار استبداد کی معنی بغاوت ہے، اگر بیزاری بیداد کی معنی بغاوت ہے، اگر فطرت آزاد کی معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغی ہوں میرا مذهب بغاوت ہے. من اردو خوب بلد نیستم. میگه اگر ظاهر کردن استبداد و ظلم اسمش ترور و تروریسته، اگر سکولاریسم دینی و دموکراسی اسلامی حاکم کردنش اسمش تروره، اگر فاش کردن جنایت های صهیونیسم و امپریالیسم و نیهیلیسم و بقیه اسمها اسمش تروره، اگر دفاعی از مذهب و کیان و عقیده اسمش تروره، پس جهانیان بدانن که من یک تروریستم و مذهبم هم تروره و به این تروریست بودن افتخار میکنم اگر منظورشون اینه. ولی منظورشون این نیست، منظورشون اهانته، منظورشون گستاخی به جمال نازنین رسول الله است. چون که در کنار این کاریکاتور موهن دیگری که زبان رو یارای گفتن نیست. ولی ای وای از بی غیرتی یا مسلمانان. امروز جوان مسلمان نیست که با چند تا شعار، با چند تا پرچماتش دادن فکر میکنه حق خودش رو به رسول الله ادا کرده، هر چه پیغمبر خوندادین ادا کرده. عکس رسول الله صلی الله علیه و سلم رو کشیدن، لخت مادرزاد در حالت ادرار و لیوان شراب به دست محمد رهبر بشریت. صدایی از کسی در نیامد. چقدر طبیعی شده، عادی شده برای مسلمانان. چون که امت رسول الله معاذ و معوض نداره، ابوبکر نداره. اگر ابوبکر یا اگر عمر ببیند شمشیر کرده بیرون در اشک خون پریشان، عثمان شهید قرآن از تو همی بپرسد خونم تباه کردی، برخیز ای مسلمان. حیدر به ذوالفقارش آید اگر به میدان، والله که می نهد سر در راه دین یزدان. ولی امت پیغمبر بی تفاوت شده، واقعا پوسکلوف شدن. اون جایی که به حدی میرسد که در فلسطین به قول یکی از علمای فلسطین شبها، نیمه شبها که مسلمانان میرن میخوابن، صبح بلند میشن، عکسهای بسیار خطرناک روی دیوارهای بیت المقدس، قبله اول مسلمانان آب بشیم، قبله 16 ماه پیغمبر نماز، معراجگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم، گهواره مسیح. اونجا عکس سگ و خوک و خنزیر را بر دیوارهای بیت المقدس حک میکنن، بعد روی این عکس ها می نویسن این عکس محمد است. یا رسول الله، امت امروز یتیم شده. اقبال ای توهی از ذوق و شوق و سوز و درد، میشناسی عصر ما با ما چه کرد؟ عصر ما را ز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. سوز او تا از میان سینه رفت، سوز او تا از میان سینه رفت، جوهر آینه از آینه رفت. دل ز غیر الله بپرداز ای جوان، این جهان کهنه درباز ای جوان. تا کجا بی غیرت دین زیستن؟ ای مسلمان مردن است این زیستن، مرده ای. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من به قول قطع و یقین میتونم ادعا بکنم که کسانی میگن عمر فاروق، علی مرتضی، ابوبکر صدیق با شمشیرشان دنیا رو و ایران رو مسلمان کرد، واقعا در غلط و اشتباه. اخلاق و رعفت و رحمت عمری بود، محبت علوی بود، عشق حسینی بود که توانست ایران رو مسلمان بکنه، لا غیر. اخلاق رسول الله بود که دنیا رو مسلمان کرد.
رعفت پیامبر بود، نه شمشیر. اسلام با زور، مگه زور میشه؟ مگر با زور میشه پیشرفت کرد؟ با اخلاق بودن، با رعفت بودن. اون کسی میاد اهانت میکرد، به صراحت احادیث میگه ما انتقم رسول الله صلی الله علیه و سلم لشخص او کما قال. پیغمبر برای امور شخصی خودش هرگز انتقام نگرفتن. با قاتلش سمام ابن اسال قاتل اسیره، دستگیرش میکنن، به ستون میبندنش، صحابه آب غذا نمیدن. پیامبر خدا میگه خوب ازش پذیرایی کنید، مسلمان میشه به برکت این رأفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. این اخلاقه. امروز ما اخلاق نداریم، با خود ما اخلاق نداریم، با برادر ما، با عزیز ما، با خانواده. بی اخلاقی آب به اوج خودش رسیده، خشونت به اوج خودش رسیده. آمار طلاق به 40% و 50% داره رشد میکنه. اینا هم خشونت نیست؟ چیه؟ کان رسول الله صلی الله علیه و سلم فی مهنت اهله. پیغمبر در خدمت اهلش بودن، غذا میپختن، ظرف میشستن، لباس میشستن. ولی امروز آقا فکر میکنه که خیلی طلبگاره، ظرفا رو بشور. چایی اگر آمد و درست نبود وا ویلا، دنیا رو شب میکنه که چایی درست نبوده. غذا سوخته، غذا مقدار شور شده. این اخلاق نیست. یه زمانی تاتار و مغول تمام دنیا رو گرفت. میدونید فتنه تاتار و مغول تو دنیا مشهوره. در عراقی که 2,500,000 جمعیت داشت، 1,800,000 نفر رو کشتن. خرمنه های جسد. تو ماه رمضان آمدن گوشت خوب به مسلمانان روزدار دادن به زور. تاریخ روزهای سیاهی رو گذرانده ولی مثل روز تاتار و مغول ندیده و مثل امروز هم داره اون تاریخ تکرار میشه. به حدی جنایت، بغاوت، ترور، قتل، کشتار به اوجش رسیده بود که ضرب المثل شد. به قول استاد ندوی رحمت الله علیه، اگر دیدی تاتاری و مغولی شکست خورد باور نکن. به این حد همه جا رو گرفته بود. در همین زمان سلطان جلال الدین، یکی از علمای بخارا اون جز ایران بود، میاد حرکت بکنه بره به سرزمین حرم، به منطقه ممنوعه و غرق شده سلطان تیمورخان میرسه. سلطان جلال الدین حرکت میکنه به این منطقه که میرسه، این منطقه رو غرق کرده بود برای شکار. پاسبانان نگهبان بلا فاصله خبر میدن به سلطان که بله گروه گستاخ وقیحانه وارد منطقه ممنوعه شده. دستور داد همه اینها رو دستگیر کنید بیارید. آورد مسلمونا رو. گفت شما از کجایید؟ گفتن ما ایرانیم و مسلمانیم. گفت سگ از شما ایرانیان بهتره. گفت این ریشه میبینی ریشه تو؟ نعوذ بالله اهانت کرد. گفت این ریش تو بهتره یا دم سگ؟ نعوذ بالله، به ریش اهانت کرد. اگر ما می بودیم بلا فاصله تو گوشش اگه غیرت می داشتیم، اگر نداشتیم سر ما رو بی به ارزگی همونطور که تا انداختیم میرفتیم. گفت برادر عزیز میدونی چیه؟ گفت چیه؟ گفت اگر خدای متعال ایمان واقعی و اسلام واقعی رو نصیب ما کرده باشه، محبت و عشق به الله و رسول رو، که این ریش من از دم سگ تو خیلی بهتره و ما هم از سگ خیلی بالاتریم. ولی اگر خدای نکرده ما ایمان نداشته باشیم، قرآن در وجود ما نباشه، عشق خدا و رسول رو نداشته باشیم، این سگ که جای خودش، خود قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، ما به مراتب از سگ و هر چهار پای بدتر و پستریم. آیا همینطور هست یا نه؟ انسان منهای ایمان به درد چی میخوره؟ انسان منهای دین به درد چی میخوره؟ انسانی که خدا رو نداشته باشه چی میخواد؟ دنبال چی میگرده؟ کجا میخواد بره فتح بکنه؟ گفت دین چیه؟ اسلام چیه؟ اسلام رو براش تشریح کرد. گفت میدونی من شیفته اسلامم. اشکاش سرازیر شد. گفت این دین اسلام بوده شما به ما ندادید؟ شما با شمشیر میخواد ما رو فتح بکنید؟ سبحان الله. امروز حرف غربی هم همینه، میگه های امت رسول الله روز قیامت یقه تک تک شما رو میگیرم. اگر ما یه میکروفون، یه تلویزیون، یه ماهواره درست کردیم در اختیار شما قرار دادیم، یه شامپو به شما دادیم، ولی بی انصافا شما یک کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را داشتید و به ما ندادید. روز قیامت جلوی پیغمبر یقه تک تک من و شما را خواهند گرفت. گفت هنوز من فقط پادشاه یک قطعه از زمین هستم، به زودی پادشاه قرار بمیره، مریضه. اگر من پادشاه کل شدم بیا اسلام من عرضه کن تا من مسلمان بشم. گفت باش. نه یک خوش برخوردی چی کار داره میکنه؟
رفت سلطان جلال الدین در بیماری و بستر مرگ افتاد. به پسرش سلطان رشید الدین گفت آی سلطان تیمور به من قول داده که اگر بر عریکه قدرت و سلطنت بنشینه مسلمان بشه، بری حتما پیام برسونی. گفت باش. سلطان جلال الدین که فوت کرد اتفاقا همینطور هم شد. سلطان تیمور تغلق پادشاه مغول و تاتار شد. سلطان رشید الدین هر کار کرد که خودش رو اونجا برسونه نتونست، چون که نمیذاشتن گارد ریاست جمهوری سپاه و بسیج مگه میذاشتن. بعد حیله اندیشید، رفت سر صبح موقعی که پادشاه در آرامش و خواب بود کنار خاکش شروع کرد به الله اکبر الله اکبر اذان دادن. پادشاه از خواب پرید، گفت این کی گستاخ شده، دستگیرش کنید بیارید. دستگیر کرد و آوردن. گفت چقدر وقیحانه و گستاخانه میاد کنار کاخ من. گفت های پادشاه من سلطان رشید الدین فرزند جلال الدینم، یادت هست اسلام مسلمان. گفت کیف حاله، حالش چطوره؟ هو قد مات، از دنیا رفت، ولی وصیت کرد که دستت را از دامان اسلام نکنی. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و توسط او تمام مغول و تاتار مسلمان شدند. یه برخورد نیک. حالا از اخلاق ما خود ما نمیتونیم همدیگه رو تحمل بکنیم، چه برسه به دنیای غرب. پیام بدید برای دنیای غرب، برای آقای پاپ بگید اسلام دین اینه، میگه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اسلام با سلام، با چهره باز، با چهره گشاده، با اخلاق و رأفت اسلامی و رحمت و مودت و عطوفت واقعی داره با شما برخورد میکنه. انتقام نگرفتن. حبار ابن اسود یکی از 4 نفری بود که رسول خدا حکم اعدام غایبانه داد، چون که این فرد دختر رسول الله را از روی شتر انداخت و زینب سقط جنین کرد در سفر هجرت. زمانی که مکه فتح شد، خب حق هر انسانی هست که اعدام بکنه، حق هر سیاست مداری است که مخالفان خودش رو زیر بیاره، ولیکن رسول خدا حبار ابن اسود فرار کرد، به کنار خلیج آمد که ناگهان به یاد رأفت و اخلاق اسلامی افتاد. یک مشرک پیغام داد یا رسول الله من میتونم برگردم؟ تو خدایی که محمد رو به رسالت فرستاد، رسول خدا عمامه خودشونو در آوردن، گفتن این را برای حبار ابن اسود ببرید به عنوان تأمین نامه که پیامبر باش کار نداره برگرده بیاد. این اسلام. سروران عزیز، برادران بزرگوار، این اخلاق باید احیا بشه، این رأفت و مودت باید احیا بشه. ما مسلمونا باید اخلاق رو از خانواده باید یاد بگیریم، از مکتب اسلام باید یاد بگیریم. این دو. و سومی والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. من اینو بگم صحبتمو خلاصه بکنم، چون که فردا هم قراره باز در لاج صحبت بکنیم انشالله. اونجا باز انرژی باقی ما و این بحث اونجا ادامه پیدا بکنه انشالله. خسته که نشدید انشالله. یک صلوات محمدی نعت بفرمایید. شما که نباید خسته بشید، خسته بشیم باید ما بشیم که بالاخره، ولیکن از وجههای شما و جنات شما پیداست انشالله که خستگی در شما راه نداره، چون که برای عشق الله و رسول آمدید. ولیکن این بحث سومی با بحث عارفانه است، بحث عرفانه. در مکتب مولانا محمد عمر سربازی میخوام بریم یه لحظه. عرفان که میاد، خداشناسی که میاد، انسان رو به وجد میاره. قرآن توی این آیه درس خداشناسی میده. کسانی که والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، کسانی که شبها را تا صبح در حالت سجده و قیام و عبادت و رکوع میگذرونند. و شما امشب نمونه بارز این آیه هستید که یبیتون، شب میگذرانید در حالت رکوع سجده. رکوع سجده منظورش عبادته. و استاد ما مولانا محمد عمر زندگی خودشان را با رکوع و سجده گذران و آخرین لحظات عمرش را در نماز تهجد و هنگامی که سر رو به سجده گذاشته بود جانش رو به خدای جهان آفرین تسلیم کرد. کسی که در دنیا با عبادت و با سجده علاقه داشته باشه به خدا قسم با سجده میمیرد، ولی خدا نکند که عشق غیر الله بیاد. یک جوونی راننده تاکسی خاش زاهدان کار میکرد چند سال قبله، هر روز خاش زاهدان مثل شما میگه خاف مشهد. لحظه ای که برای علمایی که رو سرش بودن کار ندارم کی بود و چی بود، میگفت بهش گفتیم بگو لا اله الا الله، کلمه بگو، میگفت خاش زاهدان، مرد از دنیا رفت. نخندید، به نظر من این خیلی گریه داره و خدا نکنن ما بمیریم و کلمه لا اله الا الله به زبان ما نیاد.
اونهایی که با عبادتن رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد، من در مجلس حسین آباد عرض کردم که کسی که از این دنیا میمیره در حالت سجده با عبادت خدا، وقتی که نکیر و منکر میان به سراغش سوال پرسش بکنن، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد نکیر و منکر میره جلو، من ربک، ما دینک، من نبیک، پیامبرت کیه، دینت چیه، خدات کیه؟ این هیچ جوابی نمیده، میگه دعنی حتی اصلی صلاه العصر، برو کنار، نماز عصرم داره قضا میشه، میخوام نمازمو بخونم. میگه آقا کار تمام شد، امروز لحظه حسابه. الله ذوالجلال اون فرشته رو میگیره، میگه تو از این جوان چه میخوای بپرسی؟ کسی که اینقدر عشقش با نماز پیوند خورده که حتی تو قبر میخواد نماز بخونه، تو ازش چه سوال و پرسشی داری؟ والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، کسانی که در حالت سجده، در حالت عبادت شب میگذرونن. حالا فکر کنید شبهای ما با چی میگذره؟ با پاسور، با ورق، با تریاک، با هیروئین، با کوکائین، مورفین، کریستال، گرد، چرس، بنگ. با چه میگذره؟ فیلم های مبتذل، سریال های وقت ضایع کن. حاج آقای دهمرده عزیزی که ما رو اینجا رسون، تو میگه جناب مولوی زود بریم که جوانا میرن. من خیلی خونسرد آمدم، دوستان حاضرن، آقای دکتر، چند تا دکتر با من همراه هست، دکتر زنده، جناب دکتر نظری، عزیزان آمدن با شما. اینها خیلی عجله میکردن، شاهدن. من خیلی خونسرد. گفت چیه خیلی خونسردی؟ گفتم من تو مشهد یک زمانی 3 تا عروسی در یک شب با فاصله 100-150 کیلومتر برگزار کردم. ساعت 1 شب برگشتم خونه، خدا گواه است. ساعت 1 شب. گفتم این جوانهایی که من میشناسم عشق به الله و رسول، اینها حالا خسته نمیشن. تا ساعت جوانای حسین آباد تا صبح، خدا شد تا صبح. گفتم وقت ندارم، بیاسواد یا منتظرن، کار ندارم. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. حالا با چی میگذرونی شبها رو؟ تلویزیون باشه تا ساعت 2 شب نشستن. پدرها، جوانها که به جای خودش، حتی پیرزنا چشماشون نمیبینیم، عینکای این استکانی رو به چشمشون کردن. بی جون شبکه 2 رو بزن، فیلم سینمایی داره. ای بی انصاف، ای بی انصاف. فیلم سینما ساعت 2 شب، پیرزال پاش به لب گور رسیده، برف پیری سرای داره وجودش رو گرفته، آفتاب عمرش لب بام رسیده، ولی چی داره؟ سریال تمام عشق میکنه. اصلا توی خانه رفتیم، خدا شاهده، بعد دعوت کردن ما رو، نمیدونم چه فیلم بود، نماز عشا رو ما خونده بودیم، رفتیم اونجا، این خانومه مشغول پذیرایی بود و بالاخره غذا درست کردن، مثل اینکه فیلمش از دستش رفته بود. با مجردی که ما داخل خانه رسیدیم، حالا این گوش لامصب ما خیلی شنواست، بعد دیدم که از دختری پرسید که سریال چی یک تمام شد، گفت با ویلا، محکم رو دستش، حالا دست من صدا نکرد. یعنی اینقدر افسوسی کشید. صدا کردم، بودم خواهرم تو رو خدا برای فوت نمازم همینطور آهی کشیدی؟ انصافاً بگو. گفت نه. گفت چقدر ما بی انصافیم. یه پیرمردی رو، پیرمرد، رفتیم در خانهش، گفت آقا ببینیم نماز. گفت جناب مولوی نمیتونم نماز بیام. گفتم چرا؟ تو فردا پس فردا اسرائیل هر روز در خانه داره با ماشینش بوق میزنه، بیا سوار شو. گفت آب دماغم میریزه، آب بینیم نمیدونم میریزه، آب دهانمو نمیتونم کنترل بکنم، جلو پامو نمیبینم، کسی نیست منو ببره مسجد، نمیتونم جناب مولوی بیام، همین تو خانه بخوانم کافیه، خدا منو میبخشه. گفتم بالاخره ما وظیفه ما انجام دادیم، دوست داری بیا، دوست داریم، اسلام زور نیست. باور بکنی یه روز هوای برفی، اینقدر برف آمده بود، برف سنگین، داشتم میرفتم سمت خانه، دیدم که این آقای پیرمرد تک و تنها کنار جاده ایستاده. گفتم این بیچاره مریض میخواد بره بیمارستان، نگه داشتم، گفتم با پیرمرد بیا سوار شو. گفت خدا خیرت بده. گفتم کجا داری میری؟ گفت جناب مولوی کوپین روغن اعلان کرده، میخوام برم کوپینامو بگیرم. گفتم این مرگ بخوری به خدا، گفتم این مرگ بخوری برای نماز که آب دماغو بینید بریخ، برای کوپین تک و تنها تو هوای برفی راه افتاده بره اونجا. پدرها معذرت میخوام، من قصدم توهین نیست، ولی اینقدر عشق به سریال ها و تلویزیون ها هست که شبها با اینها داره میگذره. عشق به پاسور فلق. چرا؟ چون که عشق به الله نیست، عشق به خدا نیست. وقتی عشق به الله نباشه، عشق غیر الله میاد. سروران عزیز بیایم شبها را، والذین یبیتون، قرآن معنیش اینه شبها رو با عبادت میگذرونن، شبها رو با سجده میگذرونن، شبها رو با رکوع میگذرونن.
اینها کسانی هستند که جز بندگان خصوصی خدا هستند. اون زمانی که درها همه بسته است، الله عزوجلال میگه هل من تائب هل من مستغفر. آیا کسی هست توبه بکنه؟ آیا کسی هست استغفار بکنه؟ آیا کسی هست سر رو به سجده بگذاره تا من الله پیشانی او رو ببوسم؟ ولی همه در خواب غفلتیم، همه ما خوابیم، وقت هر چیز رو داریم ولی وقت نماز رو نداریم. عرض کردم خدمت دوستان که پسر 7 ساله‌ای در زمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از باباش پرسید بابا کجا داری میری؟ گفت بابا دارم میرم خونه خدا. گفت خونه خدا کجاست؟ گفت مکه مکرمه. گفت منو هم با خودت ببر. گفت پسرم تو کوچیکی، هنوز به سن نرسیدی، برات فرض نیست. گفت بابا میخوام باید بیام. گفت نمیتونم. دوچرخه میخوای برات بخرم؟ گفت نه. گفت موتور میخوای تک چرخ بزنی تو خیابونا؟ گفت نه. گفت شلوار لی تنگ میخوای برات بخرم؟ گفت نه بابا، هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام. گفت برای خواهرت میخوای لباس تنگ و فشرده بگیرم که از بالا شلوارش 7 متر بالا باشه و از پایینم روسریش 10 متر عقب باشه؟ گفت بابا هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام، من میخوام برم خانه خدا رو ببینم. گفت پس باشو بریم. اگر خانه خدا رو میخوای، بچهای 7 ساله ما غیر از این چیزا دیگه بلد نیست، غیر از فحش و فحاشی دیگه چیزی بلد نیست. حرکت کرد به طرف خانه کعبه. در میان راه هر لحظه تشنگی بیشتر میشد. به خانه کعبه که رسید، دور خانه خدا که میچرخید، گفت بابا کو خانه خدا؟ گفت همینه. گفت بین الله، کو خود خدا. گفت خود خدا قابل رؤیت نیست. گوش بده جوان، خود خدا قابل دیدن نیست. گفت چطور میشه خدا میزبان بشه و ما مهمان و میزبان خودشو به مهمان نشان نده؟ من تا میزبان رو نبینم از اینجا نمیرم. بابا من خدا رو میخوام ببینم. گفت بابا موسی به کوه طور گفت رب ارنی انظر الیک. خدا فقط یک تجلی کرد به کوه، فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. موسی نتونست تحمل بکنه، تو یه پسر بچه‌ای. گفت فقط میخوام حتما ببینم. گفت بابا جبرئیل نتوانست در سفر معراج که حرکت کرد، آسمان ها رو طی کرد، اول دوم تا هفتم، وقتی به سدرة المنتهی رسید بدو گفت سالار بیت الحرام. پیغمبر رفت بالا، دید جبرئیل نیست. گفت جبرئیل بیا بالا، رفیقی نیمرانه باش. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی؟ بلند شو بیا. میدونی چه گفت؟ بگفتا فراتر مجالم نمان، بماندم که نیروی بالم نمان. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم. اگر یه سر مو بیام بالا، تجلای الهی منو خاک میکنه. بابا این خواسته رو نکن. گفت پس بابا تو برو. خود این بچه سر رو به سجده گذاشت. گفت خدایا تو چطور میزبانی که مهمان ازت یه چیز خواسته نمیدی؟ چی میخوای؟ هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو، در میکده و دیر که جانانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه. من گل میخوام چیکار کنم؟ من خانه کعبه رو سر رو به سجده گذاشت. تجلی الله عزوجل در این نوجوان 7 ساله عاشق شد. به مجرد این که تجلی شد، جانشو به جان آفرین تسلیم کرد و مرد. پدر آمد کنارش، بابا بسه، میزبان خودشو به توشون نمیده. بابا سرتو بلند کن، بسه. بابا تو از خدا چی میخوای؟ غفار المذنبین، گناهان تو گذشت، تو هنوز گناهی نکردی که اینقدر داری گریه میکنی. سرشو بر نداشت. بابا که ناگهان امام ابو حنیفه آمد که ای پدر، این از خدا رو خواسته بود و خدا او رو پیش خودش برد. رفت در جنت الفردوس کنار الله، به لقای الله. گفت امام
منم از میزبانم همین خواسته رو دارم. الله، تو پسر رو بردی، چرا پدر رو گذاشتی؟ تو خواسته ی پسر رو اجرا در آوردی، پدر چرا؟ سر رو به سجده گذاشت، گفت پروردگارا بار دوم که چشمامو باز میکنم در جنت الفردوس کنار ربم باشم. سبحان الله. امروز ما تو خانه خدا رو نداشته باشیم، کجا باید بگردیم؟ ما امروز تو خانه خدا رو پیدا نمی کنیم. سر نمازیم، دنبال زن و فرزند و مال و مملکتی، دنبال شغلی و با تازه توقع داریم که خدا رو هم داشته باشیم. مولای روم میگه ما در نماز سجده به دیدار میکنیم، بیچاره آن کسی است که سجده به دیوار میکند. عرفا همه تون عارفید ماشاءالله. من گفتم تو بحث عرفان برم دیگه، به اختیار نیستیم، چون که کسی خدا رو بشناسه دور همه رو خط میکشه. ولی چه کنیم که امروز حاجی ما دور خانه خدا میگرده و اونجا دنبال ساعت مچی میگرده، دنبال 10 متر پارچه میگرده، دنبال یه روسری برای دخترش میگرده. تو خانه خدا وقت طواف کردن رو نداره حجاج. اینقدر حجاج ایرانی خرید میکنن. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. این صفت ویژگی عباد الرحمنه که شبها رو تا صبح با عبادت میگذرونن. فرقی نمیکنه براش عروسی باشه تعزیت، خلوت باشه جلوت، تاریکی باشه روشنایی، براش فرق نمیکنه. این جوان ما، برادر بزرگوار ما جناب آقای یعقوبی، میتونست امشب هر بلایی اینجا به سرش بیاره، هر گناه و معصیتی بکنه. چه چیز اونو باداشت که یه ماه کامل پشت سر هم زنگ میزنه آقا فراموش نشه، آقا یادت نره. و این همه جوان از حسین آباد گفتم خدا اینا کجا میرن؟ رو موتورها حرکت کردن، دلم میتپید خدایا نکنه یکی اینها تو را زخمی بشه. خدای این جوانان اینا سفیران تو هن، برای عشق تو آمدن. اینها میدونن که رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که در غزوه بدر رفت دست دعا رو بلند کرد، هنگامی که لشکر 1000 نفر رو در مقابل 313 نفر دید، چی گفت؟ گفت اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد فی الارض ابدا. آیا پیامبر گفت خدایا اگر این 313 نفر هلاک بشن تجار همه هلاک میشن؟ دیگه کسی نیست تجارت بکنه، دیگه کسی نیست بازرگانی بکنه، دیگه کسی نیست کشاورزی بکنه، دیگه کسی نیست شغلای خاصی داشته باشه؟ نه، گفت خدایا اگر این گروه کوچک هلاک بشه لن تعبد فی الارض ابدا، دیگه کسی نیست بگه یا الله، دیگه کسی نیست روزی میتونه عبادت بکنه. زجه زد، ناله زد، زاری کرد، به قدری که ردا افتاد. ابوبکر صدیق دست باش بلرز افتاد، گفت حسبک یا رسول الله، یا رسول الله تو رو خدا بس کن. گریه کرد تا ما عابد بشی. ولی امروز نماز داره ترک میشه به راحتی، نماز خوندن میشه فرض الهی، غافل از تهجدها، غافل از نیایش ها. امام زین العابدین رحمت الله علیه یک غلام و برده ای داشت خاص، حرکت کرد شبها تا صبح عبادت میکرد، روزها همچنان غیر از زمانی که سر کار بود. کسی نمیفهمید. امام سوال میکرد کجا هستی؟ شبها کجایی؟ میگفت دارم استراحت میکنم. استراحت میکنم یعنی با خدا دارم راحتم. چندین سال به همین منوال گذشت. روزی از روزها امام زین العابدین با تعدادی میگذشت، شبانه دید که غلام سر رو بزرگ گذاشته و پیش خدا میگه پروردگارا من غلام کسی دیگه هستم، ساعاتی رو نمیتونم، ولی اگر برای تو آزاد بشم 1 ساعت رو به هدر نمیگذارم بره. خدایا منو ببخش. اللهم اشکو الیک ضعف قوتی، خدایا کمی قوتم رو پیش تو دارم شکایت میکنم. امام زین العابدین آمد گفت سرتو بلند کن غلام، تو آزادی. گفت خدایا من نفهمیدم که این پل ارتباطی بین من و تو رو کسی دیگه هم متوجه میشه. کسانی هست که جاسوسی بکنن، تماسهای تلفنی بین من و تو رو شنو داشته باشن. حالا که فهمیدن دیگه این زندگی رو نمیخوام، خدایا منو به ملاقات خودت ببر. و در جا از دنیا رفت.
اینها کسانی بودن که نمیترسیدن از مرگ رو پلی میدانستن برای رسیدن به خدا. ولی امروز ما این توفیق رو نداریم، توفیق آمدن به مسجد رو نداریم. جوانی از بندر عباس زنگ زد فلانی تا زمانی که تو مجلس شما هستیم خیلی خوبیم، تو مجلس علمای دین، میریم بیرون برمیگردیم سر حالت اول ما. گفتم برادر عزیز دل، به خاطر اینی که بیرون داعیا زیاده، تلویزیون به یک طرف دعوت میده، فوتبال به یک طرف، پرسپولیس و استقلال و فلان، همه دعوت، همه شدن دایی. یه مؤذن میگه الله اکبر، تأثیری نداره. و این یه توفیقه. اگر معصیت در وجود انسان آمد توفیق عبادت گرفته میشه. یکی از غلامان و بردگان عابد شبها و روزها با مجرد اینکه وقت خالی میکرد میومد تو مسجد. روزی با مولای خودش برای خرید لوازم رفت داخل بازار. اینها قصه نیست، واقعیته. عارفی بیا جلو، گفت بریم مقدار خریداری بکنیم، چیز میذاره. گفت بریم. حرکت کرد. در میان راه جوان چشمش که به مسجد افتاد برق سفازی رو گرفت. الله اکبر مؤذن در جات و مزد. ولی ما صدای اذان میشنویم دست تو گوش میکنیم، صدای اذان میشنویم باز اذان داد. بابا هنوز که تازه نشستیم این ملا هم ول نمیکنن، بیکارن ملا ها. این سریال هنوز تمام نشده با اذان اشاره داد. اما رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی میخواست اذان بده بلال نمیگفت مؤذن یا بلال، میگفت ارحنی یا بلال، بلال من محمد راحت کن، تو عذابم. البته معنی این که عذاب معصیت نه، من دیگه راحتی نماز رو ندارم، اذان بده منو راحت کن. این غلام برق سفازونی گفت مولا یا منو آزاد کن یا بکش یا صبر کن من برم داخل مسجد نمازمو بخونم. رفت داخل مسجد نماز بخونه. این مولاش نماز و دینی چی نداشت، اسمش هم اسم دینی و اسلامی بود. غلام نماز عصر تمام کرد، سجدی میکرد، گریه میکرد، خدایا 5 دقیقه دیگه صدام نکنه. به خدا عاشقان میدونن من چی دارم میگم. کسی که عاشق باشه، کسی که عشق خدا تو دلش باشه، کسی که محبت خدا داشته باشه، کسی که دیندار باشه، واقعا محبت های مجازی رو ول بکنه، از سراب به ثریا بره، از حق مجاز به واقعیت بره، از صورت به حقیقت بره. اینها میفهمن. یا الله 10 دقیقه تو رو به ذات 10 دقیقه بذار سجده بکنم. یه رو که ناگهان صدا آمد بیا بیرون. گفت خدایا یه 5 دقیقه دیگه، زاری میکنه، یه 5 دقیقه دیگه بیا بیرون. بار سوم بیا بیرون. آخر گفت چرا نمیای؟ جیغی در آمد گفت مرا نمیگذارد، مرا نمیگذارد. گفت کیه؟ من مولاتم، من آقاتم، من سرورتم، کیه که از من بالاتر نمیذاره؟ گفت همون کسی که به تو لیاقت آمدن و داخل شدن رو نداده، به من اجازه خارج شدن رو نمیده. آمد گفت کیه؟ وارد مسجد شد برای اولین بار. گفت این کیه؟ گفت وضو بگیر بیا سرتو بگذار. سر رو گذاشت. لهجه مردی که دارد بوی دوست امتی را میکشد تا کوی دوست. اون مولا متوجه شد که این کسی که نمیگذاره خدا نمیگذاره و خدا بکند جوانها خدا ما رو نگذاره. میدونید خدای متعال خودش میگه و ما زال یتقرب عبدی الی بالنوافل حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التي یبطش بها او کما قال. الله عزوجل میدونی چی میگه؟ من توی مجنابادم بحث عرفانی مقداری کردم، چه کار بکنم؟ خودم عارف نیستم ولی عارفان رو دوست دارم، گرچه از نیکان نیم خود را به نیکان بستم. میدونی چی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به قول الله؟ الله عزوجل میگه بنده من از هیچ چیز و با هیچ چیز نمیتونه به من نزدیکی حاصل بکنه به قدری که با فرائض میتونه به من نزدیک بشه، نمازهای فرض. و همواره بنده من توسط نوافل بعد از ادا کردن فرضا به من نزدیک میشه، میاد جلو، میاد بالا، حتی اکون سمعه الذی یسمع به، تا من الله گوش او میشم که با اون گوش میشنوه. من الله چشمش میشم با چشم ببینه، دستش میشم با دست بگیره، پاش میشم با اون پا راه بره. جوان تو رو خدا بیا طوری زندگی بکن که خدا تو وجودت حلول کنه.
چش خدایی بشه، گوش خدایی بشه، دست خدایی بشه. وقتی این اعضا دیگه خدایی شد دیگه معصیت نمیاد. میخواد بری گناه بکنی دست خدایی نمیذاره. چشم به نامحرم نگاه بکنی میگه نه، به نامحرم نظر چشم را کند دور، به نامحرم نظر چشم را کند کور، ز قربت خانه وضع افکند دور، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. نمیگذاره. دست به شرم، خدا نزدیکه. پس سومین صفت است والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، کسانی که شبها رو با حالت سجده میگذرانند، همواره عبادت الله ذوالجلال رو میکنن، عابد واقعی الله ذوالجلال هستند. اینها سومین صفت است. و چهارمی رو هم بگم که فردا برای لاج انشاءالله تمام بشه. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. من این بحث رو میگذارم برای بعد انشاءالله، برای لاج انشاءالله دنباله بحث رو. فقط امیدواریم که دوستان خسته نشن. ما بنا داریم که دوستان احساس خستگی تو مجالس عروسی نکنن و انشاءالله شما نکردید، ولی توصیه ما اینه شما رو به خدا، این مراسم اسلامی چقدر زیباست، چقدر زیباست که هر کدوم از خانه پسر بچه‌ها میان دیگه مادر نگرانی نداره که این چاقو میخوره، مادر نگرانی نداره که این معتاد میشه، مادر نگرانی نداره که این هیروئین میکشه. میفهمه که رفته داخل مسجد کلام خدا و رسول رو گوش کرده. چقدر خوب و زیباست که این جلسه باعث هدایت یه جوان بشه، باعث هدایت خود خیرشاهی بشه. چقدر خوبه، چقدر زیباست. علمای دین در خدمت شما، هیچ کس از شما پول نمیخواد. به خدا قسم یه قرونی قبول نمی کنیم هیچ کدوم ما، نه من این علمای همسنگرم، ساز و ارکستر که نیستیم، فقط شما رو میخوایم. نه اینجا تا اون قلب جزیره شیفت و بوشهر که رفتیم با خرج خودمون، این منت نمیذاریم، دوست داریم شما رو. حیف که فرصت نیست و نمیزونی شلوغ میباییم، دست تک تک شما رو میبوسیم. و این علما هم همینطورن، دوست دارن شما رو، وگرنه امشب بیکار نیستن، هر کدوم زن و بچه دارن کار دارن. قدر این علماتون رو بدونید، استفاده بکنید. لازم نیست خیرشایی باشه. من یه توصیه بکنم دوستان عزیزان، ما از حسین آباد زنگ زدم، معذرت میخوام که اینو میگم یا از جای دیگه، شما برایشو بیا آقا وقت ندارم نمیرسم جای دیگه قول دادم، پس ما ساز و ارکستر میاریم. اینطور نباشه. شما اینو به من مربوط نکنید. شما مجلستون خدایی باشه، برای رضای خدا بگیرید، فرد براتون مهم نباشه. و انشالله عبد باقی الله باشیم، چه تو بیماری چه تو خوشحالی، چه تو عروسی چه تو غم، چه تو زندان چه تو آزادی، هر جا که هستیم خدا قادر به خدا قسم حالت غم رو بر انسان بیاره. همیشه عبد خدا باشیم تا خدای متعال همیشه خدای من و شما باشه. عبد باقی الله باشیم، عباد الرحمن باشیم تا الله ذوالجلال یاد و مددکار و کمککار شما باشد. خدای متعال بر معنویت این مجلس شما بیفزاید. خدای متعال این دو زوج جوانی که مراسم خودشان را با مراسم اسلامی برگزار کردن، خدای متعال طول عمر با عزت بین خانواده عنایت بفرماید. الله ذوالجلال همه رو سرسبز و شاداب بگردد. علمای ربانی و بی‌ویژه علمایی که این زمینه رو فراهم کردن، الله ذوالجلال طول عمر با عزت عنایت بفرماید. ان شاء الله دنباله بحث رو میگذاریم برای فردا شب که تو منطقه شما هستیم. بازم شما خافی ها ماشاءالله خیلی جذبه دارید، وگرنه باور کنید من الان دارم روزها بنایی میکنم، واقعیت اینه، خانه ها رو داریم تعمیر میکنیم مقداری، و حتی حوصله خدا گواه یک کتاب خوندن رو هم ندارم و هر روزم کلاس دارم و برنامه دارم میدونید. و به دوستان گفتم کجا برم چه بگم، از بس خسته ام میترسم بگم که آجر کیلویی نمیدونم تون 114,000 تومان، نمیدونم سیمان دونه 2,500 تومان و الی آخر. ولیکن محبت شما، عشق شما حقیقت ما رو داره میکشونه. شما خافی ها چون که بوی مولانا مطهری میآید، بوی علمای دین از اینجا، بوی خرگرد میآید و بوی صحابه میآید. تکبیر! و خدا نکند تو سرزمین صحابه جوان معصیت کنی، خدا نکند تو سرزمینی که صحابه دفنن، صحابه‌ای که تو مدینه منوره باید میبودن اینجا آمدن، خدا نکند که تو الواتی بکنی، وگرنه روز قیامت همینها یقه من و شما را خواهد گرفت. انشاءالله دوستانی که آمادن در آینده مراسم اجر اسلامی بگیرن، من همه جا قول میگیرم از جوان‌ها مرد مردونه، دروغ هم نگن، بلوف هم نزنن، راست، چون که بلوف و دروغ نهایتش بیچارگی هست. لذا اونهایی که حاضرن، من تو حسین آبادم گفتم یه لطیفه آخرام بگم که مجلس خوش نشه، یه آقایی میگه خیلی بلوف میزد، بعد
چیکار میکرد؟ مولانا روم البته قصه میاره، مولانا روم خیلی قصه های شیرینی میاره. میگه صبح به صبح میرفت لوای خودش چرم میکرد با دنبه گوسفندی، دنبه از جای قرض کرده بود. صبح به صبح میاد تو مجلس مینشست، لواشو میلیسید. میگفت چه خبره؟ میگفت 4 نوع گوشت خوردم. گفت بی انصاف 4 نوع گوشت از کجا؟ گفت گوشت گوسفند که فت فراوون. مرغم که مرغای ماشینی نگاه بکن چقدر زیاده، بو اینجا اصلا داد میکشه. گفت سوم گوشت ماهی گومه از کجا؟ از بوشه برام ترانزیت میکنن. گفت چهارمی گوشت شتر از بلوچستان برام میفرستن، حوزه علمیه بعضی دارن درس میخونن دوست من. گفت خوش به حالت. از این طرف روداش قرقر میگه ای پدر لعنت چه دروغایی داری میگی، کشتی ما رو از گرسنگی. از این طرف میگی لبا یه چیز شکم یه چیز دیگه. میگفت چرا شکمت قرقر که میکنه؟ میگه بس که سیر شدم، از بس که سیر شدم. میدونی این شکم خیلی خطرناکه. شکم من تو زندان زمانی که بودم یه چیزی نوشته بود اونجا، نوشته بود که معده خیلی خطرناکه، تا زمانی گرسنه هست جیغ و داد میکنه، میگه یا منو پر کن یا که آبروی تو میبرم، بیا بریز گوشتو بنش. وقتی که دادی پر شد باز رو قرقر میکنه، یا برو خالی کن یا رسوایت میکنه. بیچارگی همیشه میان دو تا بی آبروی قرار داده. حالا ما همه چی شدیم عبد شکم شدیم، بنده معده، پیش به سوی بت بزرگ معده. چرا؟ چون شب روز میکشیم برای این لامصبی دیگه. بالاخره این بچه خودش نگهبانی کرده بود اونجا که بابا مبادا وقتی گربه بیاد دنبه رو ببره آبروی حیثیت منو ببره دیگه مجلس ما رو خنک بکنه. گفت نه بابا. بالاخره هر روز میامد اون بیچاره میگفت ما که خداییش گوش بیشتر نخوریم، ما که خانه قره هستیم بابا، از کجا میارید؟ گفت خدا رزاقه بابا، تو خدا رو نمیشناسی، من میشناسم. بی انصاف از پله خودم بالا میرم. یه روزی این بچه از بازیگوش دیگه با فیلم نمیدونم فلان برنامه کودک ابو پورنگ مشغول میشه، یا استقلال پیروزی میبینه بالاخره جاکارتا و کجا داره فوتبال بازی میکنن. گربه که همیشه مترصده در کمین چشمش میفته که بچه نیست، میاد دنبه رو برمیداره و میره. پسر خیلی ناراحت شد، گفت وای پدرم برای نماز که منو نمیزنه، مطمئنم پسرم برای روزه یا اگه دخترم میگه برای بی‌حجابی که منو نمیزنه مادرم. ولی گربه برد خلاص شد. نگران بودم گفت بابام نشسته رو تعریف. گفت چیه؟ گفت همون دنبه‌ای که شب و روز سبیلاتو چرت میکردی گربه آمد و برد. گفت کدوم دنبه بابا؟ دنبه نبود. گفت بابا جان همین دنبه که صبح سبیلات چرت نمیکردی بی انصاف مگه بچه دار؟ هر فراس دارم میگه از بچه بپرسه میشه. حالا لاف نه، خالی بندی نه، هر کس قول میده واقعا خودش یا قوم خیشاش که تسلط داره پسرش برادر داداش در آینه مراسم عروسی بگیره، اسلامی بگیره، دستاشون بره بالا. این چند نفره برای بار دوم؟ نه این بیرسا بذار بار اولیا بنویسه، کلاس اولیا ما نمیدونیم تبلیغ یه 2 زنه‌ای بکنیم. خواهرها دارن میشنون باز کار نگه بذاره دقیقا اینجا سالم بریم. ما تو منطقه فنوج رفته بودیم قسمت بلوچستان، بعد اونجا دیدم تونتون مردم میگن تو رو خدا در مورد 2 زنگی صحبت کن. گفتم چه خبره بابا؟ موضوع بی‌حجابی است، موضوع چشم هم چشمی است، موضوعات مختلف است، چرا از همه 2 زنگی داره میگی؟ گفت که به خاطر 2 دلیل. دلیل اول اینه که در تمام این منطقه یه 2 زن وجود نداره، تمام شهرستان بزرگ بود یه 2 زن وجود نداره. و دلیل دوم ان شاء الله به خاطر اینکه ما به تو میگیم بمون، تو میگی نمیمونم. اگه این حرف بزنی زنا سر راه تو میبندن دیگه نمیتونن اینجا در بشی، همینجا تو رو خفه میکنن. بالاخره کلاس اولیا کسانی میخوان داماد بشن دستا رو برن بالا 2 مرتبه. من ندیدم خوب، حواس من پرت شد. همین اندازه فقط همه ان شاء الله اراده بکنی. اینجا اولین مرتبه است عروسی اسلامی جناب مولوی، ان شاء الله آخرین مرتبه نباشه. اولین مرتبه است، آخرین مرتبه نباشه ان شاء الله. ریشه ساز و سرنا رو کی میخواد اینجا بخوش کنه؟ ان شاء الله اراده میکنه، به خصوص معتمدین ریش سفیدان دستا رو برن، جوانان همه ان شاء الله حاضرید. کی قول بده از این به بعد نماز فرض رو قضا نکنه. مرد میدان رو دروغ نگید، مرد میدان. جزاکم الله. این آقایون دارن فیلم برداری میکنن، خدا از بالا داره فیلم برداری میکنه. من خیلی خوشحال شدم. خدای متعال رو میخوام که همه شما رو طول عمر با عزت نبی فرماد، علمای شما رو همچنین. من بیش از این پرحرفی نمیکنم، زیاد عادت کردم. از شما معذرت میخوام واقعا. نامه